بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان نهایت گرامی، بینندگان شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما دوستان عزیز هستم در قسمت 54 برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی. در چند قسمت گذشته این برنامه صفت صلات یا طریقه و چگونگی نماز خواندن که از تکبیر تحریم شروع می شد و به سلام دادن ختم می شد، در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان کردم که از تکبیر تحریم شروع کردیم تا بلند کردن دسته ها در تکبیر تحریم و قرائت سوره فاتحه و دعای استفتاح و خواندن اعوذ بالله و بسم الله و ضم سوره، و رسیدیم تا به رکوع تا به سجده و تکبیرات انتقال. و در قسمت گذشته احکام و آداب سجده را خدمت شما در روشنایی احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تقدیم کردم. و این قسمتی از برنامه ما هم ادامه عموم مطالب سابق است و در این قسمت هم در مورد جلسه استراحه و همچنین در مورد خواندن دعای قنوت در رکوع، بعد از رکوع یا قبل از رکوع، و همچنین در مورد تشهد و حکم تشهد و آداب و احکام تشهد خدمت شما هستم و این مسائل را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ان شاء الله در این قسمتی از برنامه خدمت شما تقدیم میکنم. اولا در مورد جلسه استراحه، که جلسه استراحه کدام را گفته میشه در اصطلاح علما؟ در اصطلاح فقها جلسه استراحه امور گفته می شود که انسان در نمازهای 4 رکعتی بعد رکعت اول وقتی که از سجده بلند میشه کمکی در زمین بنشینه و بعد از او استاد شوه، و همچنین در رکعت سوم وقتی که الله اکبر گفته از سجده بلند میشه اندکی در زمین بنشینه و بعد از او بلند شوه. این جلسه را جلسه استراحه گفته می شود و این مورد اختلاف است در بین علما. عده از علما حکم به مشروعیت این جلسه کردن، گفتن که این جلسه مشروع است. انسان وقتی که از رکعت اول بلند میشه کمک بنشینه، از سجده که بلند میشه کمک بنشینه و بعد از او قیام کنه استاد شوه، و همچنین از رکعت سوم عین شکل، که این رأی امام شافعی رحمت الله علیه است. اما جمهور علما مخالف هستند، گفتن که جلسه استراحه در نماز نیست. وقتی که از رکعت اول بلند میشه از سجده باید بلند شود و شستن دیگه نیست، و همچنین رکعت سوم، و اختلافی از اینها بنا به احادیثی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد وارد شده و هر یکی به یک حدیث استدلال کردند. امام شافعی رحمت الله علیه که قائل به جلسه استراحه است و همچنین بعضی از علمای حدیث هم قائل به این جلسه هستند. دلیل گرفتن به حدیثی که امام بخاری رحمت الله علیه از صحابی جلیل القدر مالک بن حویرث رضی الله عنه روایت میکند که انه رأى النبی صلی الله علیه و سلم یصلی، که مالک بن حویرث میگوید که من رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که نماز میخواندند. فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، هنگامی که در رکعت های طاق می بودند، در رکعت های فردی می بودند، در رکعت های زوجی نه، در رکعت های فردی که رکعت اول و رکعت سوم است، در رکعت های فردی می بودند استاد نمی شدند تا اینکه اندکی می نشستند. از سجده وقتی که بلند می شدند اول اندکی می نشستند و بعد از او استاد می شدند. و همچنین در روایت دیگری هم آمده که من صحابی جلیل القدر مالک بن حویرث رضی الله عنه فرمودند فاذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام، وقتی که از در نماز در رکعت های فردی از سجده بلند می شدند کمکی اندکی می نشستند بر زمین و بعد از او با قیام استاد می شدند. اما جمهور علمای احناف
و علمای مالکی و اینها بعض علمای دیگر رأیشان این است که این جلسه مشروعیت ندارد بنا به حدیث وائل بن حجر که در صفت صلات رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روایت کردند و در بعضی روایت های از او بعضی روایت های حدیث وائل بن حجر که امام ابو داود و همچنین امام بزار رو روایت میکنه که آمده که وائل بن حجر رضی الله عنه فرمودند فکان اذا رفع رأسه من السجدتین استوى قائما. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هنگامی که سر مبارک خود را از سجده بلند میکردند استاد میشدند، دیگه نمی نشستند. هر رکعتی که میبود رکعت اول میبود، دوم، سوم. وقتی که از سجده طبعا در رکعت دوم که بر قدم میشینه و همچنین در رکعت چهارم بر قدم میشینه، لیکن در رکعت اول و سوم استاد میشدند. و همچنین امام ابن منذر رحمت الله علیه از نعمان بن ابی عیاش صحابی جلیل قدر نعمان بن ابی عیاش رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند ادرکت غیر واحد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. نعمان بن ابی عیاش ظاهرا از جمله تابعی است که میگه که ادرکت غیر واحد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، من بیشتر از یک که از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درک کردم، یعنی تعداد زیادی از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را درک کردم. فکان اذا رفع رأسه من السجدة في اول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس، که ایشان وقتی که از رکعت اول و در رکعت اول و در رکعت سوم از سجده سرای خود را بلند میکردند استاد میشدند و جلسه نمیکردند، نمی نشستند، استاد میشدند. بنا به این احادیث جمهور علما رایشان این است که جلسه استراحه مشروعیت نداره، لیکن علمای محققین امام صنعانی و همچنین علمای دیگر امام شوکانی رایشان این است که اگر کسی که این جلسه را انجام داد اشکالی ندارد، بنا به حدیثی که حدیث مالک بن حیرث که امام بخاری روایت میکند و هر کسی هم انجام نداد اشکالی ندارد و امر واسع و فراخ است. و اگر کسایی که گفتن هم فقط به استحبابش قول دارن و کسایی که نگفتن هم به مشروعیتش، لیکن اگر کسی بکنه اشکالی نداره و هم کسی که نکنه اشکالی نداره. و از جمله احکامی که ارتباط میگیره به این مبحث ما و مبحث صفت صلات حکم خواندن دعای قنوت است در نماز. دعای قنوت دوستان عزیز در نماز ویتر، در رکعت سوم نماز ویتر محل اتفاق علماست. همه علما به این اتفاق دارند که دعای قنوت در رکعت سوم ویتر خوانده شود و مشروعیت دارد. اما در موردی که چه وقت خوانده شود، قبل از رکوع و بعد از رکوع و کدام دعا خوانده شود، اختلاف علماست که ما این احکام را ان شاء الله وقتی که به نماز ویتر میرسیم در احکام نماز ویتر در اونجا ذکر میکنیم. اما در اینجا مورد بحث ما خواندن دعای قنوت است در غیر ویتر، در نمازهای دیگر، در نماز فجر یا در نماز مغرب و در نمازهای دیگر که قبل از بعد از رکوع خوانده می شود و قنوت به معنای دعاست و همچنین به معنای طاعت هم می آید و همچنین به معنای طول قیام هم می آید. عده علما قولشان این است که قنوت فقط در ویتر خوانده می شود و اما در نمازهای دیگر مشروعیت ندارد، بنا به احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله اینها روایت کردند که ما بیان میکنیم ان شاء الله. و عده علما قولشان این است که قنوت در هر نماز و در هر وقت مشروعیت دارد. هر وقت انسان میتونه که در هر نماز بعد از رکوع، خاصا در نماز فجر، در نماز مغرب بعد از رکوع دعا بخواند، دستهای خود را بلند کند و دعا بخواند. و اما عده علما قولشان این است که قنوت فقط در وقت مشروعیت دارد که بر مسلمان ها مصیبت نازل شود و به خاطر نجات مستضعفین از ظلم ظالمین و همچنین به خاطر هلاکت و بربادی ظالم ها مشروعیت دارد که در وقتی که نزول مصیبت بر مسلمان ها قنوت خوانده شد و اون وقتی که مصیبت و مشکل از مسلمان ها رفع شد دیگر قنوت مشروعیت ندارد. و این اقوال و مطالب در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است. از جمله حدیث است که حدیث متفق علیه است از انس بن مالک خادم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم قانت شهرا بعد الركوع يدعو على احیاء من العرب ثم تركه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مدت یک ماه بعد از رکوع در نمازهای خود قنوت خواندند
و در این قنوت خود دعا بر قبایل عرب دعا میکردن، بر ضد قبایل عرب دعا میکردن و بعد از او این قنوت را ترک کردن. و قصه از این در بعضی روایت های دیگه مفصلا آمده که بعضی از قبایل عرب که به نام رعل و به نام زکوان و در بعضی روایت ها به نام بنو لحیان و عاصیه آمدن، این قبایل نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن و در ظاهر ایمان اسلام خود را بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اعلان کردند و از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواستند که یک تعدادی از قرای صحابه را به اونها بفرستند تا که اقوام از اونها را تعلیم قرآن یاد بدن، تعلیم اسلام یاد بدن. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 70 نفر از صحابه جلیل القدر، کسایی که حافظای قرآن بودن، قرای صحابه بودن، با اینها فرستادن و اینها در راه در یک جایی به نام بیر معونه با آنها غدر کردند و این صحابه 70 تا صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به شهادت رساندند و در نتیجه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که خبر شد مدت یک ماه بعد از نمازها و در بعضی روایت میگه که بعد از نماز فجر و بعد از نماز مغرب بعد از رکوع دستهای خود را بلند میکردند و بر علیه این قوم، این قبایل رعل و زکوان و بلوحیان و عاصیه و این قبایل دعا میکردند به هلاکت اینها که اینها با صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم غداری کردند و صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بدون موجب به قتل رساندند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را با دروغ اسلام خود را اعلام کردند. و همچنین در حدیث دیگری ابن خزیمه او را روایت میکنه که حضرت انس رضی الله عنه فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم کان لا یقنط الا اذا دعا لقوم او دعا علی قوم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعای قنوت نمیخواندند مگر در دو صورت که یکی بر نفع قومی دعا میکردند یا بر ضرر قوم یا بر ضد قومی دعا میکردند، که در بعضی روایت ها آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه هجرت کردند دعای قنوت را در نمازها میخواندند به خاطر نجات مستضعفین، مسلمان های مستضعفی که در مکه مانده بودند و طاقت هجرت کردن را نداشتند، به خاطر خلاصی از اونها دعا میکردند. و همچنین قصه حدیث سابق که وقتی که رعل و زکوان غداری کردند و صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شهید کردند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مدت یک ماه بر علیه این اقوام قنوت میخواندند و دعا میکردند. بنا به این حدیث قول امام شافعی و امام مالک و احمد در یک روایت این است که دعای قنوت در وقت حوادث، وقتی که حادثه رخ میده برای مسلمان ها، در وقت از او مشروع است که خوانده شود، سنت است خوانده شود و اگر نخواند هم اشکالی ندارد، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بعض غزوات مثل غزوه خندق که مسلمان ها غزوه احزاب در چه مشکلی گیر مانده بودند بازم دعای قنوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نخواندند، به خاطر اینکه این امر استحبابی است نه واجبی. اما عده از علما از جمله علمای احناف و امام احمد در یک روایت قولشان این است که خواندن دعای قنوت غیر از ویتر در دیگر نمازها مشروع نیست، بنا به حدیثی که امام ابو داود از صحابی جلیل القدر سعد بن طارق اشجعی روایت میکند که ایشان فرمودند قلت لابی یا ابتی انك قد صلیت خلف رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابی بکر و عمر و عثمان و علی. ای پدرم تو پشت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و عقب ابو بکر و عمر و عثمان و علی نماز خواندی، افکانوا یقنطون فی الفجر، آیا آنها در نماز فجر قنوت میخواندند؟ قال ای بنی محدث، پدر ایشان فرمود که پسرم این امر محدث و امر نوپیداست و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این کار را نمیکردند. لذا بنا به این حدیث علمای احناف و امام احمد در یک روایت فرمودند که این کار درست نیست، مشروعیت ندارد، فقط قنوت در نماز وتر خوانده می شود. اما محققین از علما قسمی که گفتیم بنا به حدیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمتتون عرض کردم، حدیث متفق علیه است، حدیث از انس بن مالک واقعی زکوان قبایل عرب، این دا حدیث متفق علیه وارد شده. لذا قول محققین علما این است که دعای قنوت در وقت نوازل، در وقتی که بر مسلمان ها مشکل و مصیبتی می آید، دعای قنوت مشروعیت داره و اگر خوانده شود اشکالی ندارد و اگر کسی هم نخواند هم اشکالی ندارد. بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه دوباره خدمت شما دوستان عزیز هستم با ادامه این مطلب در روشنایی احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با ما باشید. هدي الحبيب يقودني وبنوره
تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا ونعانق العيش. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ گروهی در خانه از خانه‌های الله گرد هم نمی آیند و به قرائت قرآن و تعلیم آن مشغول نمی شوند مگر اینکه آرامش بر آنها فرود می آید و رحمت الهی آنها را در بر می گیرد و ملائکه آنها را احاطه می کنند و الله متعال در جمع کسانی که نزد او هستند از آنها به نیکی یاد می کند. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا ونعانق العيش الهني. نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز هستم. با این مطلبی که در مورد قنوت، دعای قنوت خدمت شما عرض کردم، با این مطلب تقریبا احکام نماز، رکعت اولی از نماز به پایان میرسه که از تکبیر تحریمه شروع شد تا به سجده و در آخر ضمناً دعای قنوت را هم علما در اینجا ذکر کردند. احادیثی که درباره دعای قنوت آمده که شما قبلا براتون ذکر کردم و تا به اینجا رکعت اولی از نماز خاتمه می‌یابد و وقتی که انسان از سجده بلند میشد برکت دوم مشروع این است که با خواندن الحمدلله که قبل از او بسم الله هم است شروع میکند و بعد از دیگه دعای استفتاح و خواندن اعوذ بالله نیست و این مطلب را امام مسلم رحمت الله علیه در حدیثی از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هنگامی که برکات دوم بلند میشدند قرائت را با خواندن الحمد لله رب العالمین آغاز میکردند و سکته را نمیکردند. سکته مراد سکته خواندن دعای استفتاح است، چون در حدیث دیگری میگه که صحابه از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پرسان میکنند که بعد از گفتن تکبیر تحریمه شما اندک سکوت میکنین، سکته میکنین، این سکوت در این سکوت خود چی میگوید؟ رسول اکرم صلی الله علیه و فرمودند که من این دعا را میخوانم که دعای استفتاح را گفتن که این دعا را من میخوانم که سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک. ولذا خواندن دعای استفتاح با نام سکته یاد شده و در اینجا هم ولم یسکت مفهومش این است که دعای استفتاح را نمیخواندن و همچنین نعوذ بالله را نمیخواندن بلکه با خواندن بسم الله و الحمدلله آغاز میکردن. و اعمالی که در رکعت دوم انجام میده انسان نمازگزار عین اعمالی است که در رکعت اول انجام داده. پس احکامی که در رکعت اول بیان شد در روشانی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عین احکامی است که در رکعت دوم انجام می‌یابد. و بعد از خواندن رکعت دوم به قعده می نشیند و در احکامی که در قعده بیان شده آداب و احکام قعده که باید دستهایش را در کجا بگذارد در وقت قعده نشستن، وقتی که می نشیند پای راست خود را چگونه بگذارد، پای چپ خود را چگونه بگذارد و همچنین اشاره سبابه. این احکام آداب در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده و همچنین خواندن دعا تحمید و تسبیح که او را دعای تشهد گفته می شود و همچنین خواندن درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و خواندن دعا، این همه در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان شده که قسمتی از او را در اوقاتی که باقی مانده از این برنامه ما قسمتی از برنامه بیان میکنم و قسمت دیگرش را در قسمت آینده این برنامه. در مورد آداب قعده از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احادیث متعددی وارد شده، از جمله حدیثی است که امام مسلم و امام ابو داود و امام ترمذی
از صحابی جلیل القدر عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت میکنند که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمودند ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 واشار باصبعه السبابه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هنگامی که در قعده برای تشهد در قعده می نشستند این آداب را مراعات میکردند که دست راست چپ خود را بر بالای زانوی چپ خود میگذاشتند و دست راست خود را بر بالای زانوی راست خود. پس ادب از جمله آداب و سنت های قعده اول این است که دست چپ بر بالای زانوی دست چپ گذاشته شود و دست راست بر بالای زانوی دست پای راست گذاشته شود. بعد فرمودند که وعقد 53 و اشار باصبعه السبابه. ایشان این حکم دومی از احکام قعده این است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دست راست خود را به شکل 53 بسته میکردند. شکل 53 به این معنی است که عربها اعداد را شماره ها را با پنجه های خود با طریقه های مختلف شمار میکردند. به این معنی که اعداد احاد را اعداد یکن را با اشاره پنجه های خود شمار میکردند به یک طریقه و اعداد دهن را 10 و 23 را با طریقه دیگری شمار میکردند و اعداد صدن را با طریقه دیگری شمار میکردند و همچنین اعداد هزارن را با طریقه دیگری با پنجه های خود شمار میکردند. و وقتی که اعداد یکن را شمار میکردن وقتی که یک میخواستن بگن پنجه خنثر خود را میبستن، وقتی که دو میخواستن بگن پنجه بینسر خود را میبستن، وقتی که سه میخواستن بگن پنجه وسطای خود را میبستن. به این شکل دیگه پنجه های خود را با طریقه های مختلف شمار میکردن. وقتی که در اعداد دهن مثلا 50 را شمار میکردن این پنجه ابهام خود را باز میگذاشتن. پس مفهوم این که حضرت عبدالله بن عمر میگه که عقد 53 به این معنی است که این سه پنجه خود را میبستن که اشاره به سه هست و این پنجه خود را باز میگذاشتن که اشاره به 50 است. پس وقتی که انسان این سه پنجه خود را بسته کنه و این پنجه خود را باز بگذاره این به این معنی است که 53. این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این طریقه را اختیار میکردن و اشاره باصبعه السبابه و پنجه سبابه خود اشاره میکردن، بلند میکردن پنجه سبابه خود را. پس طریقه اشاره سبابه کردن تقریبا در احادیث سه طریقه آمده. یک طریقهش همین است که سه پنجه خود را بسته کنه و این پنجه ابهام خود را باز بگذاره و با این پنجه سبابه خود را بلند کنه در وقت اشهد ان لا اله الا الله گفتن. این یک طریقهش است. و طریقه دیگهش هم در حدیث دیگری در روایت دیگری در امام مسلم و ابو داود آمده که رسول اکرم عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمودند وقبض اصابعه كلها و اشار بالتي تلی الابهام. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 4 پنجه خود را بسته کردند و با پنجه که بعد از ابهام است که پنجه سبابه است با اشاره کردند. به این طریقه که 4 پنجه خود را یک جای بسته میکردند و پنجه سبابه خود اشاره سبابه را انجام میدادند. و اما طریقه سومش که طریقه معروف و مشهور است و او هم در حدیث وائل بن حجر در روایت های متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده که وائل بن حجر رضی الله عنه فرمودند حلق بین الابهام والاسطى. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در هنگام اشاره سبابه بین ابهام و وسطی حلقه گذاشتند. این دو پنجه خود را بسته کردند و پنجه ابهام و وسطای خود را به شکل حلقه‌ای بسته کردن و با دست خود اشاره کردن. پس از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره سبابه با سه طریقه از جمله آداب و احکام قاعده است که وقتی خواندن التحیات اشاره سبابه بکنه و اشاره سبابه با سه طریقه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد است. هر طریقه را که انسان انجام داد اشکالی نداره و او سه طریقه است که اول سه پنجه خود را بسته کنه و این پنجه ابهام خود را باز بگذاره و با اشاره سبابه کنه. و طریقه دومی است که هر 4 پنجه خود را بسته کنه و با اشاره سبابه کنه. و طریقه سوم این است که دو پنجه خود را بسته بکنه و پنجه وسطی و ابهام خود را به شکل حلقه‌ای و با پنجه سبابه خود اشاره سبابه را انجام بده و انجام دادن اشاره سبابه و اتفاق علما از جمله سنت های قاعده است در نماز.
و هم باقی میمونه مسئله حرکت دادن ازی، آیا یک دفعه باید پنجه خود را بالا کنه یا اینکه وقتی که شروع میکنه ایره حرکت بدهد. عده از علما قولشان این است که جمهور علما تقریبا قولشان این است که اشاره دادن باید یک دفعه بلند کنه و دیگه بار او را بلند نکنه. اشاره یعنی حرکت باید ندهد، بنا به حدیثی که امام ابو داود و امام احمد و امام نسائی و ابن حبان از ابن زبیر عبدالله ابن زبیر روایت میکنند که انه صلی الله علیه وسلم کان یشیر بالسبابه ولا یحرکها، که عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با پنجه سبابه خود اشاره میکردن، فقط بلند میکردن اما او را حرکت نمیدادن، نه حرکتی پایان بالا و نه حرکتی دورانی. و همچنین در حدیث وائل بن حجر و عده از علما قولشان این است که او را حرکت میدهد و عده گفتن که حرکت دورانی و عده گفتن که حرکت بالا و پایان، بنا به حدیثی که امام بیهقی و امام ابن خزیمه از وائل بن حجر رضی الله عنه روایت کردند که ایشان فرمودند انه صلی الله علیه و سلم رفع اصبعه فرأیته یحرکها یدعو بها، من دیدم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پنجه خود را بلند کردند، پنجه سبابه خود را، و اون را حرکت میدادند. اما امام بیهقی که راوی این حدیث است میگه که مراد از حرکت دادن در اینجا فقط اشاره کردن است، نه اینکه او را حرکت دورانی، فقط اشاره کردن در اینجا به حرکت تعبیر شده است. و اما اینکه چه وقت باید پنجه خود را بالا کنه، در این مورد از رسول اکرم صلی الله علیه و در احادیث و همچنین قول علما این است که در گفتن لا اله الا الله، وقتی که لا اله الا الله میگوید در این وقت بلند میکند و حکمتش هم این است که انسان باید کلمه شهادت را یا کلمه توحید را هم در نماز هم با قول و هم با فعل و هم با اعتقاد انجام بدهد، که او وقتی که لا اله الا الله میگه اعتقادا هم به این چیز اعتقاد داشته باشه و قولا هم با زبانش میگه و فعلا هم باید به دست او را انجام بدهد تا که تطابق قول و فعل و اعتقاد هم در نماز در کلمه توحید جمع شود. و اشاره سبابه یا انگشت سبابه به خاطر از اختیار کرده شده که علما گفتن که انگشت سبابه انسان وابسته است با رگی که در قلب انسان است، رگی که از این پنجه رفته این رگ تا به قلب رسیده و وقتی که این پنجه را انسان در وقت شهادت حرکت میدهد بالا میکند، قلبی از او هم در حرکت میافتد و قلبی از او هم به این گواهی میدهد که جز الله هیچ الهی در این دنیا نیست. و از جمله احکام و آداب سجده قعده هم این است که انسان در وقت قعده کردن باید پای چپ بر بالای پای چپ خود بنشیند و پای راست خود را ایستاد کند. و این مطلب در حدیثی که امام ابو داود و امام نسائی از وائل بن حجر که در صفت صلات رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده، در او آمده که انه رأى النبی صلی الله علیه و سلم یصلی فسجد ثم قعد فافترش رجله الیسرى، که رسول اکرم صلی الله علیه و آله را دید که نماز میخواند و بعد سجده کردن به قعده نشستن و در قعده پای چپ خود را فرش کردن و بر بالای پای چپ خود نشستند. و همچنین حدیث دیگری امام ابو داود از رفاع بن رافع روایت میکند که مو حدیث مسیء الصلات که در روایت‌های متعددی آمده، در یکی از روایت‌های از او آمده که فاذا جلست فضع في وسط الصلاه فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند به این شخص که وقتی که در وسط نماز بر قعده می نشینی پای چپ خود را بر زیر ران خود بگذار و بر بالای پای چپ خود بنشین. پس این هم از جمله آداب احکام نماز است، سجده قعده است و قعده به اتفاق علما واجب است، چون در حدیثی که حضرت فضاله بن عبید رضی الله عنه روایت میکند و حدیث هم در سنن اصحاب سنن و امام احمد و حاکم را روایت میکند و امام ترمذی قول به صحتش دارد که حضرت فضاله بن عبید رضی الله عنه میفرماید که سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم رجلا یدعو فی صلاته، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک شخصی را شنید که در نماز دعا میکرد و در بعضی روایت های از حدیث میگه که در نماز در قعده ششته بود و دعا میکرد ولم یحمد الله ولم یصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم، در قعده وقتی شست
به دعا کردن شروع کرد، حمد و ثنای الله و درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را نگفت. فقال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود عجل هذا، این شخص عجله کرد. ثم دعاه فقال، بعد از این شخص را رسول اکرم معلم امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با اسلوب خیلی خوبی این شخص را خواست و گفت اذا صلى احدكم فليبدا بحمد ربه والثناء علیه. وقتی که یکی از شما نماز میخواند و بس قعده میرسد، در قعده که مینشیند باید اول به حمد و ثنای الله متعال بپردازد که او مراد از او و خواندن التحیات است و بعد از او درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بگوید. ثم یدعو بما یشاء، بعد از او هر آنچه که خواسته باشد از الله متعال بخواهد. پس بنا به این حدیث علما دلیل گرفتن و حدیث دیگری هم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که خواندن تشهد در قعده، خواندن تشهد که مراد از او التحیات لله است و در احادیث بعدی هم ان شاء الله شرح از او میآید در قسمت های آینده. خواندن از این در قعده واجب است و چون انسان در آخر نماز وقتی که دعا میکنه باید قبل از دعا وسیله را تقدیم کنه و تقدیم وسیله حمد و ثنای الله متعال و درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و این از آداب دعاست. همچنان که در سوره فاتحه ما میخوانیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقتی که الله متعال ما کمک طلب میطلبیم اول عبادت را برای از او وسیله پیش میکنیم و همچنین در آخر نماز وقتی که انسان نمازگزار میخواد که دعا کنه اول باید حمد و ثنای الله متعال و درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را من حیث وسیله پیش کنه و بعد از در آخر دعا بکنه و پیش کردن حمد و ثنا و درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بنا به احادیثی که وارد شده نزد علما واجب است و کسی که ترک کنه ترک واجب کرده، چون در حدیث دیگری هم امام مسلم و ابو داود از ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنه که ایشون فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعلمنا التشهد کما یعلمنا السوره من القرآن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما خواندن تشهد را، التحیات لله را مثل یک سوره از قرآن برای ما یاد میدادند تا که ما را یاد بگیریم و در نماز بخوانیم. و همچنین امام بخاری از عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت میکند در کتاب تاریخ، نه در صحیح بلکه در تاریخ، که ایشان فرمودند حضرت عمر بن الخطاب خلیفه مسلمان ها لا تجزئ صلاة الا بتشهد، نماز بدون تشهد درست نیست. پس این هم قول صحابی است، قول خلیفه مسلمان هاست، قول خلیفه راشد است و گرفته شده از قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. دلالت به این میکند که خواندن تشهد در نماز واجب است. و در اینجا این وقت برنامه ما به پایان میرسد و تا قسمت آینده با شما خداحافظی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.